نور قرمز تا وسط اتاق میتابه. هوا سنگین شده. بوی قدیمی آشنا توی فضا پخش شده. بویی که یه جورایی یاد خونه میندازه، ولی حالا بوی خاموشیه. دیوارها با لایه‌هایی از تار پوشیده شدن، اما این تارها زندن، انگار دارن نفس میکشن. یه صدای خفیف از بالا میاد، مثل تاب خوردن چیزی توی هوا. سرم رو بالا میگیرم، سایه‌ای رو میبینم که بین نور و تاریکی حرکت میکنه. انگار کسی اون بالاست، یا شاید فقط رد چیزی که قبلا بوده. نفسم بند میاد. یه قطره از بالا روی زمین میفته. صداش توی اتاق میپیچه و بر میگرده توی گوشم، مثل صدای کسی که یه زمانی اسمم رو صدا میزد. قدم بر میدارم، آرام، لرزون، ولی یه صدا از گوشه اتاق میاد. یه صدای مرطوب، خفه، و من میدونم هرچی هست منتظر منه.